شبکه دانش و سنجش را میخوانم. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید، ابونه شوید و افیری مستقیم در آنجا است. یعنی در شبکه قرآن دستورالعمل انسان تنها یک نسخه یعنی همین برنامه است. از این خاطر همه شما رو خواهش میکردم که به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید، نه اینکه در شبکه قرآن دستورالعمل انسان، چون آنجا شما نمیتوانید، شاید کمی حتی افیر در آنجا سستر می رود، یعنی دیرتر می رود. از این خاطر به شبکه دانش و سنجش ابونه شوید و اینجا پیوست شوید. خب آنهایی که در قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا میکنید، من در ثواب شست و شبکه یوتیوبی رو موندم، دانش و سنجش رو شما از آنجا استفاده پیوست شوید، چون من میبینم که اکثریت از قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا دارند. قسمت اول رو آغاز میکنیم و از مدیراتور خواهش میکردم که در چت قرآن دستورالعمل انسان نوشته کنید تا وسیله دانش و سنجش رو در چت قرآن دستورالعمل انسان فرستید تا که آنها نیز، آنهایی که در قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا میکنند توانند به دانش و سنجش پیوست شوند. الله پاداش نیکتان دهد. و بسم الله آغاز میکنیم قسمتی اولی برنامه را. چت را نیز در دانش و سنجش نوشته کنید. بسم الله. دانش و سنجش و قسمت اولی برنامه ما. محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را در کجا باز دید؟ موافق به سوره 53 آیت 13. نزدی درختی سدرة المنتهی، نزدی درختی خرمای زمینی، نزدی خانه بابایش در بازار. کدامش درست است؟ محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را در کجا باز دید؟ موافق به سوره النجم آیت 13. و 30 ثانیه وقت داریم. جوابهای شما خیلی خوب. 5 نفر جوابی درست گفتید. بله، در نزد درختی سدرة المنتهی. انا همین جوابی درست بود. در سوره النجم آیت 13 چنین آمده است: و براستی محمد صلی الله علیه و سلم جبرئیل را به صورت حقیقیش بار دیگر دیده بود در نزد سدرة المنتهی. و خب بیایید اکنون میبینیم که در قسمت اولی برنامه ما در به سوال اول جوابهای درست گفتند. رومیسا، سلمان، موحید، عبدالرحمن و امین، آنهایی که در جاهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 2: در نزدیکی سدرة المنتهی چی قرار دارد؟ جنت المأوا، رودی بزرگ، کوهی پر از قله ها، بیابان. در نزدیکی سدرة المنتهی چی قرار دارد؟ موافقه ان همین سوره نجم آیت دوامش 14 و 15. چی هستن همین سدرة المنتهی؟ چون با نام عینی خودش آمده است در آیت قرآن. بله، جنت المأوا. و 7 نفر جوابهای درست گفتند. اکنون بیایید میخوانیم من همین قسمت را. در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک باری دیگر نیز آن فرشته را به صورت کامل مشاهده کرده بود در نزد سدرة المنتهی، یعنی درخت نب در بالای آسمان هفتم که جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده نزد آن قرار دارد. یعنی نزد درختی سدرة المنتهی جنت المأوایی برای پرهیزگاران وعده شده قرار دارد.
аллоҳ насиб гардонад барои ҳар як мусалмонон муъминон, онҳое ки бо мо ҳастед, дидани ҷаннатул маъво. ва киё ба пеш баромаданд? Биёед мебинем. Румейса, Салмон, Асия, Шодибек Ҷобиров ва Фотима, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. қувваро бубинед ки 2-3 нафар хоҳарони мо ва 2 нафар бародарони мо дар ҷойҳои намоён ҳастанд ва аксар хоҳарон дар ҷойҳои намоён ҳастанд. Ва агар мабодо шумо моро дар шабакаи Қуръон Дастурамали Инсон тамошо мекунед, онҷо саҳифаи аслии дониш ва санҷиш нест. Марҳамат ба шабакаи дониш ва санҷиш обуна шавед, чунки эфир шояд онҷо каме дертар меравад. Эфири мустақим дар шабакаи дониш ва санҷиш. Марҳамат инҷо биёед ва зери чати он навишта кунед. ба саволи дигар мегузарем. Он чи дар назди Аллоҳ ҳаст аз бозиву тиҷорат беҳтар аст. Ҳамин саҳеҳ аст? Тиҷорат беҳтар чун сармояи дин мекунад? Саҳеҳ нест. Дар Қуръон омада аст, танҳо дар ҳадис зикр шудааст. Кадомаш дуруст аст? Он чи дар назди Аллоҳ ҳаст аз бозиву тиҷорат беҳтар аст. Ин саҳеҳ аст? сураи, агар хато накунам, Ҷумъа буд. инак ҷавобҳои шумо кадомаш дуруст аст? як нафар гуфтанд ки тиҷорат беҳтар чун сармояи дин мекунад. хеле хуб. ва ҳар касе ки инҷо Али Умар ҷавоботон дуруст кабуд гуфтед ва 14 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, дар Қуръон омадааст, дар сураи Ҷумъа ояти 11. биёед инро мехонем. چی هست؟ یعنی آخران آیتی سوره جمعه. من ترجمه معنی رو این لحظه میخونم تماشابینان عزیز تا که ما و شما معلومات داشته باشیم. در سوره جمعه آیت 11 چنین آمده است: و چون تجارت یا بازی بینند بعضی از مسلمانان پراکنده میشوند و به جانب آن میروند و تو را ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بر منبر ایستاده رها کنند. بگو آنچه در نزد الله است، یعنی بگو ای پیامبر آنچه در نزد الله است از پاداش بزرگ است، از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است. پس از او طلبی رزق و روزی کنید و با طاعت او مدد جوید از خیر دنیا و آخرت. و آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است. و اونهایی که روزهای جمعه در وقت نماز با تجارت مشغول هستند، چون این آیت سوره قرآن کریم نازل شده، برای آنها تجارت را یک کنار مانید و به نماز جمعه شتابید، چون پاداش بهترین انتظار از آنهایی که تجارتشان را ماندند و به شنیدن خطبه نماز جمعه رفتند، چون آیت نازل شده است و این از همه آن تجارت هایی که شما میکنید و ما میکنیم بهتر است. چون من بسیار برادران رو میشناسم در اروپا نیست. در اروپا مسلمان ها کم هستند، اما آنها با کارفرمای خودشان همیشگی و صحبت در وقت نماز جمعه که آمده رسید، آنها با کارفرما پیشکی میگویند روز جمعه یا برای من استراحت میدهی، یا اینکه وقتی معین وقتی نماز جمعه من میروم نماز جمعه میخونم. و کارفرما اگر که گفت اجازت، میرود نمازش را همون روز خوانده میآید. و من اکثر برادران را میشناسم که گاهی میشود که بعضی کارفرمای سختگیر میگوید که نه، ما اجازت نمیدهیم که به نماز بروی. آنها میگویند برای اگر که تو اجازت نداده باشی، کارت از آن خودت کار کردن گیر. من رزقم را الله هم میدهد و من کاری دیگر مییابم.
و یک بار و دو بار نه، من بارها شنیدم و من بارها به چشمان خودم دیدم که چندین نفر آنهایی که ایمان به الله آوردند با کارفرمای خودشان گفتند که نه، اگر که تو اجازت ندادی روز جمعه برای عبادت، من کار نمی کنم با تو. و در واقعا چون وعده الله هست، ان همون نفرها باز کارهای بهتر را پیدا می کردند با معاشهای زیادتر. و چون این سخنها برای همانهایی که ایمان آوردند، این سخنها شاید برای آنهایی که مؤمن نیستند افسانه بیش نباشد. اما اینجا که شما ما را تماشا میکنید، آنهایی که ما را تماشا میکنید، الحمدلله هم آنهایی که مؤمنان هستند و شما میفهمید، آنهایی که ایمان آوردگان هستید شما میفهمید. و الله کند که هر یکی ما قوی در اعتقاد خودمان باشیم. خب اینجا نوشتند که بله، بعضی جهت های تکنیکی مشکلی ها دارد، از این خاطر شما از شبکه قرآن دستور عمل انسان به شبکه دانش و سنجش بیایید، چون که آنجا شما نمیتونید در بازی اشتراک کنید. همانهایی که میخواهید در بازی اشتراک کنید به شبکه قرآن، از شبکه قرآن دستور عمل انسان به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید. و خب ما به سوالی دیگر میگذاریم انشالله. رومیسا در جای اول، سلمان، فاطمه، شادیبک جابیر و علی آنهایی که در جایهای نمایان هستید. خیلی خوب. سوالی 4. آیا در قرآن یادرس شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ نه، چنین نآمده است. تنها حدیث ها ثابت میکند. بله، فرقش نیست. آدمی خوب باشد بهشتی است. کدامش درست است؟ آیا در قرآن یادرس شده که دوزخیان نماز نمیخواندند؟ جواب های شما. علی عمر جوابتان درست است. دنیا و آخرت جوابتان درست است. خب 30 ثانیه وقت داشتیم و 13 نفر جواب درست گفتند. بله، 2 نفر گفتند فرقش نیست. آدمی خوب باشد بهشتی است. اما چنین نیست. هرچند آدمی خوب نباشد هم، اما ارکان اسلام را اجرا نکند، ارکان ایمان را بجا نآورد، موافق یعنی سخنهای ما نیست، موافق سخنهای الله سبحانه و تعالی، به بهشت نمی درآید، هرچند که آدمی بهترین باشد. از این خاطر تماشابینان عزیز، به امید آدمی بهترین بودن نباشد. خیلی نفرهای مشرکان بهترین انسان ها هستند یا کافران بهترین انسان ها هستند، اما تا آن دمی که ایمان نآورده باشد، همان بهترین انسان هم موافق سخنهای الله سبحانه و تعالی به بهشت نمی درآید. خب بیایید اکنون میبینیم سوره رقمی 74 آیتی 42 را چی گفته شده است؟ خب چی چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ از کافران که در حق خودشان گناه کردند. آیت قبلی از کافرانی که در حق خودشان گناه کردند. چی چیزهای شما را به جهنم در آورد؟ سوال. آیت قرآن است، معنای آن را میخوانم. گویند گناهگاران ما در دنیا از نماز گزاران نبودیم. در دوامش و به درویشان و کمبغلان طعام نمی دادیم. در دوامش و آنان که سخنی باطل می گفتند هم آواز می شدیم. یعنی به آنهایی که سخنهایی بد می گفتند و اهل باطل بودند هم صدا می شدیم.
و روز قیامت را دروغ می شماریدیم تا مرگ ما فرا رسید و ما در همان گمراهی بودیم. الله نگهدارت است چنین تقدیر. الله نگهدارت از چنین تقدیر. یعنی از وقتی سرشوی انا همین آیتی 41 و 42 گفته شده است. در آیتی 43 میگویند گناهگاران میگویند آن روزی ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم. یعنی که نماز گذاشتن، نماز خواندن به نهایت چیزی مهم برای مسلمانان بوده است. از این خاطر هر یک از ما و شما از همین لحظه، از همین حاضر که ما رو شنیدید آغاز کنید. با تأخیر نگذارید که من امروز نه پگاه نماز میخونم، من فردا نماز میخونم. نه، هر کسی که چنین میکند خودش را فریب میکند. از این خاطر هر لحظه مناسب که شما دارید ما داریم باید توبه کنیم و انا همین لحظه که توبه کردیم نماز را آغاز کنیم. و خب بیایید میبینیم کیها با پیش گذاشتند، اما 13 نفر جوابهای درست گفتند در برنامه ما. سلمان جای اول، فاطمه، شادیبک جابیروف، موحید و علی آنهایی که در جایهای نمایان هستند و عبدالله نیز 4 زینب بالا برآمدید. شما را تبریک میکنم. آنهایی که در شبکه قرآن دستور عمل انسان ما را تماشا میکنید، به شبکه دانش و سنجش گذارید و به آن شبکه ابونه شوید، چون چت فقط در شبکه دانش و سنجش خوانده می شود. و سیلکش را من فکر میکنم که مدیراتور در شبکه قرآن دستور عمل انسان پرتافتند زیر چت، آن را زیر کنید و به شبکه دانش و سنجش داخل شوید. سوال 5. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم می شوند؟ سوال: بله، نه تنها با حوران زنهایشان می شوند و خلاص، و یا نمیدانم. فرزندان مؤمنان در بهشت با هم می شوند با پدرانشان. یعنی که موافق به سوره. خب جواب شما رو من انتظار هستم، مرحمت نوشته کنید. و 19 نفر جوابهای درست گفتند. ماشاءالله، خیلی خوب، خیلی خوب. بیایید اکنون جوابی درست را 19 نفر جوابهایشان درست است. به سوره طور نگاه میکنیم، آیتی 17 تا آیتی 21. خیلی خوب، اکثریت در چت ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. و تماشابینان عزیز، یک بار دیگر من یادرس میشوم، انا همین گفته گذاشتن های ما، یعنی شما هم بازی میکنید، شوق‌آور وقتمان رو میگذرانیم و همچنین باز یک یادآوری میشود برای ما و شما. بیایید اکنون ترجمه معنای سوره طور در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست. هر کسی اگر خواهد شما میتوانید گوش کنید و بیایید دیده میگذاریم چی آماده است در سوره طور آیتی 17. هر آینه پرهیزگاران در بهشت ها و ناز و نعمت خواهند بود، خوشحال شده به سبب آن که آنها را پروردگارشان نعمت داد و آنها را از عذاب دوزخ نگه داشت. بخورید و بنوشید از طعام و شراب ها خوش و گوارا به سبب اعمال نیکی که در دنیا انجام میدادید. بر آن تخت های کناری هم چیده تکیه میزنند و خانه‌دار کنیم آنها را با حوران زیبای شهلا چشم. کسانی که خود ایمان آورده و فرزندانشان در ایمان پیرویشان کردند، فرزندانشان را به آنها در جنت برسانیم و از آن پاداش عملشان هیچ کم نکنیم. هر کس در گرو کار و کردار خویشتن است و گناه کسی را بر دوش خود نمی گیرد.
یعنی اگر فرزندان شما نیست، فرزندان ما نیست، پیروان دینی مبین اسلام، پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان و مؤمن باشند، انشاءالله آنها نیز یک جای با پدرانشان در جنت هستند. و چرا این موضوع رو ما امروز انتخاب کردیم تماشابینان عزیز؟ چون اکثر میگویند که بیشتر ما و شما درباره دوزخ گپ میزنیم و درباره جهنم و درباره عذاب و درباره ترس. البته در آیات های قرآن آمده که هر کس، هر مؤمن باید که از الله بترسد، اما وعده های بهشتی ببینید که چقدر بسیار است و انشاءالله ما در پیش باز در این باره با شما صحبت میکنیم. و فرزندان ما و شما باید که بدانند که هر یک از ما و شما می توانیم، یعنی قادر هستیم که بهشتی الله سبحانه و تعالی را سزاوار باشیم. یعنی با عمل، یعنی که ما برداشت کرده می توانیم. برای مؤمنان از آن چیزی که خودشان می توانند، از برداشتشان زیاد را الله سبحانه و تعالی بالای کتفشان نمانده است. نه، یعنی که هر یک از ما و شما، آنهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارید، می توانیم انشاءالله به خواست الله سبحانه و تعالی به بهشت برویم. از این خاطر باید که امری الله سبحانه و تعالی را به چون چرا اجرا کنیم. آنچه امرها و وعده ها برای بهشت در آمدن برای ما در کتاب الله، در قرآن کریم برای ما آمده است. تنها همان را اجرا کنید و انشاءالله که بهشت نصیبتان میگردد. و درباره چگونگی بهشت انشاءالله ما در پیش با شما باز گفته میگذاریم. و در جای اول سلمان، فاطمه، شادی بیگ، جابیروف، موحید و رومیسه، آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدند. ماشاءالله، خیلی خوب. و به سوالی دیگر میگذاریم. در باغ‌های بهشت درآیید. جای نقطه را پر کنید. پر نعمتی، کم میوه، گرمی، بلندی، کدامش درست است؟ در باغ‌های کدامی از آن همین وریانت ها بهشت درآیید. اینک جواب شما موافق سوره واقعه. بله، در باغ‌های پرنعمتی بهشت درآیید. خب علیشیر عظیم، جوابتان درست. امین از سفر و جوابی درست گفتید. انتی منافق، بله درست گفتید. علی عمر، جوابتان درست است. خیلی خوب. و بیایید اکنون همین سوره واقعه ترجمه معنایش را یک جای با شما میخوانیم. در واقع به نهایت یک تکان دهنده است آیات های سوره واقعه. من به نهایت دوست می‌دارم خواندن ترجمه معنای همین سوره را. در آیت 12 آمده: در بهشت های پرناز و نعمت خواهند بود، داخل می شوند به جنت گروهی از پیشینیان این امت و امتان دیگر و شماره اندکی از پس آمدگان هستند. بر تخت های گوهر نشان خواهند نشست، تکیه زده رو برای یکدیگر نشسته باشند. بر گرد آنها می گردند، برای خدمت آنها پسران همیشه جوان که پیر نمی شوند و نمی میرند. با قدح ها و کوزه ها و جام های از شرابی که در جنت جاری است، شرابی که از نوشیدنش سردرد نمی گردند و از هوش نمی روند. و این
خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند و گوشت پرنده از هر نوعی که پسندشان باشد و برای آنهاست حورانی یعنی زنانی شهلا چشم مانندی مرواریدها را در صدف پنهان کرده شده. این همه نعمت هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل های نیک است که در دنیا می کردند. چه عمل های نیک است؟ ما و شما چون که من وعده کردم برای آنهایی که صبر دارند، برای آنهایی که می خواهند بدانند، در دوام برنامه انشاءالله شما می شنوید انشاءالله امروز. و امروز برنامه ما درباره بهشت و درباره دوزخ و میگذاریم به سوالی میبینیم که او در پیشند و به سوالی دیگر میگذاریم. سلمان شادیبک جابیروف، رمیسه موحد عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای اول هستید مبارک باشد. خیلی خوب. سوال آخر قسمت اول: دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ سوال: برابری برادری، بعضیشان برابرند، به ما معلوم نیست برابر نیستند، کدامش درست است؟ دوزخی و بهشتی با هم برابرند؟ سوال: چهار، علی شیر عظیم جوابتان درست و علی عمر جوابتان درست. درویش تجه درست گفتید، ایدیما و دینایو درست گفتید. برابر نیستند و 18 نفر اکثریت جوابی درست گفتند، چون با آیت های قرآنی با آیت های قرآن کریم ثابت شده که برابر نیستند. بیایید اکنون سوره 8 را نگاه میکنیم، آیت 19 و 20 را چی گفته شده است در ترجمه منو. و همچون کسانی نباشد که الله را فراموش کردند، پس الله تعالی نیز آنان را دوچاری خود فراموشی ساخت، یعنی آنها بدکار و نافرمانند. در دوامش چنین آمده است: اهل دوزخ و اهل بهشت در مرتبه خود با هم برابر نیستند. اهل بهشت خود کامیاب شدگانند و از همه ناخوشی ها نجات یافتگانند. کی اهل بهشت؟ برابر نیستند دوزخی ها و بهشتی ها. بهشتی ها، جنتی ها نجات یافتگانند، ابدا نجات یافتگانند. و این بود جوابی درست، برابر نیستند دوزخی و بهشتی. پیدا کن ببینیم که ها به جای خوب رفتند و کی به پیش برآمد. خب مبارک باشد موحد جای سیوم، جای دوم شادیبک جابیروف و جای اول نصیب سلمان گردید. مبارک باشد شما را صمیمانه تبریک میکنم. آنهایی که جاهای خوب داشتند، عبدالرحمن و مریم نیز در جاهای اولین بودند. تبریک میکنم. یک بار دیگر تماشا میکنیم آنهایی که جاهای نمایان را سزاوار شدید و بعد از آن قسمتی دو را آغاز میکنیم. موحد جای 3، شادیبک جابیروف جای 2 و جای اول نصیب سلمان. مبارک باشد. عبدالرحمن و مریم نیست. خیلی خوب. خیلی خوب و من قسمتی دوی برنامه رو این لحظه آغاز میکنم. انشالله جا به جا میکنم و
یک جای با شما میتوانیم که در قسمت دوی برنامه باز اشتراک کنیم و قسمت دوی برنامه ما نیست مثل ان همین برنامه می شود و درباره بهشت و درباره دوزخ. واقعا وریانت ها چنان وریانت ها رو ما انتخاب کردیم که قریب که همه میتوانند جوابی درست گفته توانند، چون وریانت خطا معلوم است خودش. از این خاطر من امید دارم و باوری دارم که این لحظه شما میتوانید به جایهای خوب براید. ابونه شوید جایی به شبکه دانش و سنجش. ماشاءالله اینجا عبدالله نوشته کردند که جای هفتم. خیلی خوب، ماشاءالله. سلمان رو تبریک میکنیم که امروز جای اول رو سزاوار شدید. 491 57 97 مرحمت داخل شوید. روی اکران میبینید 491 57 97 داخل شوید. خیلی خوب. من نمیدونم که تا حال در شبکه قرآن دستورالعمل انسان نیست افیر می رفته باشد، نمیدونم. به هر حال آنهایی که آنجا هستید به شبکه دانش و سنجش پیوست شوید تا که توانید در برنامه ما اشتراک کنید، چون بله من میبینم که قرآن دستورالعمل انسان نیست تا حال فعال است، اما ما در شبکه دانش و سنجش هستیم. از این خاطر آنهایی که در خب بله اینجا مدیراتور نوشته کردند به شبکه دانش و سنجش بیایید و در آنجا اشتراک کنید. خیلی خوب، من بالا میکنم. خیلی خوب، چون اکثریت از تماشابین ما عادت کردن در شبکه قرآن دستورالعمل انسان ما رو تماشا میکردند و در آنجا هستند. از این خاطر نمیدونند که شبکه الهیده، شبکه دانش و سنجش ما آماده کردیم برای آنهایی که میخواهند اشتراک کنند. مرحمت به میخاطر به این شبکه آبونه شوید، به شبکه دانش و سنجش دستگیری کنید، به دیگران فرستید تا که دیگران نیز در برنامه ما توانند اشتراک کنند. واقعا چنانکه که ما گفتیم رسالتی پیامبران را رسانیدن پیام است، رسانیدن سخنهای الله است و هر کسی که حتی یک آیت را میداند آن را به دیگران برساند و ما آن همین رسالت را این لحظه ها دوام داده ایستاده‌ایم، یعنی که تنها رسانیدن پیام، باقی هیچ چیز طلب نمی کنیم، یعنی که نه پول نه چیز دیگر. و الحمدلله افیرهای ما شما با خبر هستید، هم شبکه قرآن دستورالعمل انسان و دیگر شبکه های ما الحمدلله همون مانیتیزاسیون ندارد تا حال، چون الحمدلله یقین داریم که رزق را الله سبحانه و تعالی می دهد و آنهایی که ایمان آوردند آنها میفهمند، نوابسته از آن که مثلا رکلام در این یا آن شبکه می براید، ما از آن وابسته نیستیم الحمدلله و تنها از الله سبحانه و تعالی امید میکنیم. رزق دهنده اللهی بزرگوار است. خوش آمدید. میبینم که 27 نفر شدن در قسمت دوی برنامه ما و یک چیز رو باز یادرس میشوم، چون برنامه ما هم برای کلان ها است و هم برای فرزندان شما تماشابینان عزیز. از این خاطر فرزندان رو نیز تفسیه کنید. خب من از این پیشتر گفته بودم که اگر فرزندان من نیز اشتراک میکنن در برنامه، گفته بودم که در دو بازی اگر کسی که برد کرده شما
صاحبی مکافات می شود. و اگر شما این لحظه هستید، من می بینم که داخل نشدند، یعنی من گفتم که در 2 برنامه، عین حال می گویم که اگر در همینش نیز اشتراک کنید و برد کنید، حتما صاحبی مکافات می شوید. یعنی این خطابی من برای فرزندان من که این لحظه شاید تماشا می کنند و بازی می کنند. یعنی شما نیست تماشابینان عزیز، به نزدیکان خودتان یگان مکافات معین کنید از خودتان تا که آنها شوقمند شوند و در بازی اشتراک کنند. یعنی در بازی اشتراک کردن چند فایده دارد. یکیش آن که ما و شما با زبان ادبی تاجیکی صحبت میکنیم. اکثریت از ما و شما در روسیه هستیم و یا در اروپا هستیم و یا در امریکا هستیم، چون با زبانی همون منطقه‌ای که ما و شما هستیم بسیار صحبت میکنیم و در خانه نیست بعضا میشود که فرزندان به زبانی همون محلی که زندگی میکنند عادت کردند. از این خاطر ما 2 برد داریم، هم زبانی تاجیکی همون فراموش نمیشود انشاءالله، و همچنین باز از آن چیزی که ما باید دانیم، باید عمل کنیم به آن، یعنی این دینی ما است و ما میگوییم که ما مسلمان هستیم و آن پیامی که در قرآن کریم آمده است تنها درباره آن ما و شما صحبت داریم، از پیش خودمون چیز نمیگوییم. از این خاطر توصیه کنید تا که آنها نیز درآیند، آنها بازی کنند و من فکر میکنم که این برای ما و شما انشاءالله فایده خواهد بود، برای آینده نسل ما نیست. خوش آمدید و بیایید من آغاز میکنم، چون 27 نفر الکی وارد به برنامه ما شدند و در چت ما اگر خطا نکنم هر کسی که آبونه شده باشد نوشته میتواند، یعنی که غیر آنها، غیر از آبونچه ها دیگر کس نوشته نمیتواند. و به همین خاطر به شبکه دانش و سنجش حتما آبونه شوید و به دیگران نیز فرستید. باور کنید انشاءالله قسمت 2 برنامه ما نیست از عبارت از 7 سوال است و سوال ها به نهایت شوق آور است، به نهایت سوال های شوق آور است و همچنین سوال هایی که باید به ما و شما عبرت خواهد بود انشاءالله، چون درباره بهشت و درباره دوزخ با شما در این برنامه صحبت میکنیم و سوال ها آماده کردیم. خب من این لحظه با بعضی از یار و دوستانم نیست روان میکنم، چون گفتیم که هر کس آن حدیثی که من یادداشت شدم برای شما، انس رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی از شما مؤمن شمرده نمی شود تا آن که دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست می دارد. از این خاطر ما دوست می داریم که برادران ما نیز در برنامه ما این لحظه اشتراک کنند. از این خاطر برایشان خواب روان میکنیم. خیلی خوب. و بعد از این انشاءالله آغاز میکنیم. ماشاءالله. و قسمت 2 برنامه ما این لحظه ها پیشکش شما می شود. کسی که دین اسلام را انکار می کند کیست؟ از این وریانت هایی که شما در پایان می بینید، بدعتچی، خدمتچی، کافر و یا کامل، کدامش درست است؟ کسی که دین اسلام را انکار می کند یعنی رد می کند، آن همان کیست؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان می بینید. بله 23 نفر جواب های درست گفتید. هر کسی که دین اسلام را انکار میکند، رد میکند، موافقی سخنان الله سبحانه و تعالی کافر شمرده می شود. سیف الدین غنیف جوابتان درست بود. علی شیرازیم درست بود. انتی منافق درست گفتید. ابوبکر حلیم جواب های درست گفتید. و کیا به پیش برآمدند؟
رومیسا، خدیجه، آسیه، آمینه و علی آنهایی که در جاهای اول هستید تبریک میکنم. خیلی خوب. دلیلش را انشالله همه شما میدانید، بیایید باز گفته نمیگذاریم. هر کسی که حتی امر الله را، یک فرمانی الله را اجرا نکند، خود ما نگفتیم، یعنی هیچ کس را ما نمیگویم که کافر، یعنی تکفیر نمی کنیم، اما سخنهای الله سبحانه و تعالی است و اینجا هیچ کس چیزی گفته نمیتواند. از این خاطر باز به بعضی سوال هایی که شما این لحظه در سرتان دارید ما در دوام برنامه جواب خواهیم گفت. سوال 2: آیا به کافران دوزخ وعده شده است؟ به بعضی اشان قطعا وعده شده است. کافران هم آدم کو؟ به ما نامعلوم کدامش درست است؟ آیا به کافران دوزخ وعده شده است؟ جواب های شما. و 30 ثانیه وقت داریم و همه جوابهای خودشان را نوشته میکنند. علی شیر عظیم درست گفته، دنیا و آخرت دیدی ما و دینه و جوابهای درست گفته. بله، قطعا وعده شده است برای آنهایی که دین اسلام را رد میکند، انکار میکند، قطعا وعده شده است دوزخ، جهنم، و این جوابی درست است. و من میخواستم برای شما همین را کوتاه خوانده گذارم. آیت ترجمه معنای سوره زمر آیت 71 و 72. دردناک است واقعا، حتی خواندنی همین گونه آیت دردناک است، چون ما و شما میدونیم که چقدر نزدیکانی ما، چقدر دوستانی ما آنها پورا ایمان نآوردند و هر یک از آنها امید میکنند که ابدی زندگی میکنند. بسیارشان را نظر کنید که خانه های بی نهایت کلان و زیبایی میسازند و فکر میکنند که ابدا در آن خانه ها مقیم میمانند. میدونند که میمیرند، میدونند که یک روز نه یک روز میروند، اما باور ندارند که انا همان روز شاید نزدیکی باشد. بیایید ترجمه معنای همین آیت را از سوره زمر میخوانیم. کافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده میشوند، همین که به آنجا میرسند درهایش گشاده میگردد و نگهبانش میگوید آیا پیامبرانی از میان خودی شما به سراغتان نآمدند که آیات پروردگارتان را برای شما میخواندند و درباره دیدار این روز هشدار میدادند، یعنی یادرس میشدند؟ آنان یعنی دوزخیان در پاسخ میگویند آره، ولی ما این کارشان کردیم، یعنی رد کردیم و فرمانی مجازات سزای کافران است. یعنی فرمانی همون درد دادن، عذاب دادن سزای کافران است. در دوام آیت چنین آمده است: با آنان گفته می شود از درهای دوزخ وارد شوید و جاویدانه در آن عمر بسر برید و براستی جایگاهی متکبران چی بد جایگاهی است، آنهایی که کبر کردند. لا حول ولا قوة الا بالله. از این خاطر تماشابینان عزیز، هر لحظه ای که شما اگر یک ذره هم در دلتان ایمان باشد، چون
آخر تمام شدنی است این دنیا، ابد نیست، یک روز نه یک روز می رویم. و امروز الحمدلله به زبانی که خودمون ما و شما میفهمیم ترجمه ها بسیار است. الحمدلله اکثر از ما و شما نمیدانستیم و الحمدلله امروز به واسطه آن همین ترجمه ها ما حق را از باطل جدا میکرده شدیم. اما چگونه قبول میکنیم؟ آن همان گوش هایی که از آن ما میشنود، آن همان چشمانی که ما میبینیم، زبان هایی که ما گپ میزنیم، آیا راست میگویند دروغ میگویند؟ آیا قبولش را کرده میتوانند گوش هایمان، چشمانمان دیده میتوانند آن چیزهایی که ما و شما امروز میبینیم و میخوانیم؟ الله هدایتمان کند. و هرگاهی که این سخنها را میشنوید و به قرآن کریم حتی بسیاری کافران اعتقاد آوردند، یعنی باور کردند که این کتاب عادی نیست، این سخنهای الله است و هیچ کس با مانندش را در یگان زمانه نوشته نتوانست. مانند یک آیت و یک آیتش را تماشا بینان عزیز، برای چی تفکر نمی کنیم؟ و بیاید میگذاریم به سوال دیگر و پیش از آن میبینیم که ها در جاهای اول هستند. رومیسا، خدیجه، محمد، مریم و موحد، آنهایی که در جاهای خوب هستید، من شما را تبریک میکنم. سوال 3: به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ جاویدانه به بهشت درآیید، از بهشت برآیید، گشته به خانه‌تان بروید. چرا آمدید؟ کدامش درست است؟ به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ موافقی سوره زمر آیت 73، یعنی دوامی همین آیت هایی که ما و شما نوکک خواندیم. به مؤمنان پاکیزه چی گفته می شود؟ علی شیر عظیم جوابی درست گفته، دنیا و آخرت جوابتان درست، ایدیم ما آدینه و درست گفتید. علی عمر درست گفتید. و خب بله، جاویدانه به بهشت درآیید، به مؤمنان پاکیزه گفته می شود جاویدانه به بهشت درآیید. از این پیش ما درباره جهنم و بکی جهنم یعنی دوزخ بکی وعده شده بود گفته گذاشتیم و در دوام آیت باز خوشدار است برای مؤمنان پاک. با آنها گفته می شود جاویدانه به بهشت درآیید. ترجمه معنا: و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند، یا اینکه در ترجمه دیگر و آنهایی که از پروردگارشان ترسیدند و عمل به طاعت او کرده اند، گروه گروه به بهشت می برند. چون بهشت برسند درهایش گشاده شود و از سبب پاک بودن اثر گناهانشان در بانهای بهشت با مژده ها و خرسندی ها برایشان گویند: سلام بر شما، پاکیزه بودید، خوش باشید، پس جاویدانه به آن بهشت درآیید. این سلام و این بهترین مقام برای مؤمنان است. یعنی ما خودمون انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم و بین همین یک کوپرو که هست که ما و شما باید که از آن با درک درست گذاریم. خودمون برای خودمون انتخاب میکنیم به کجا میخواهیم. این سخنهای من این لحظه تنها برای مؤمنان است، آنهایی که ایمان آوردند. شما میفهمید و هر کسی که ایمان ندارد برایشان افسانه بیش نیست، چون چشمانشان نمیبیند، گوشهایشان نمیشنود. و خب
بیایید میبینیم که ها و پیش گذاشتند، بعداً باز دوام میدهیم. ترجمه سوره زمر در شبکه قرآن دستور عملی انسان هست. میتوانید آنجا شما ترجمه معنی را به پورگی گوش کنید، به نهایت تاثیر بخش است. در جای اول رومیسا، خدیجه، شادیبک جابیروف، مریم و محمد، آنهایی که در جایهای نمایان هستند، و عبدالحکیم نیز به جایهای خوب برآمده، مبارک باشد. و به سوالی 4 میگذاریم. وقتی که مؤمنان به بهشت می‌درآیند، اولین سخنانشان چیست؟ وریانت ها: آتش امکنی، واو، حورانم کجاست؟ و یا الحمدلله. کدامش درست است؟ وقتی که مؤمنان به بهشت می‌درآیند، اولین سخنانشان چیست؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان می‌بینید. بله، قریب که همگی جواب‌های درست گفتند. بله، الحمدلله میگویند هر نفری که به بهشت داخل می شود. این است آرزوی هر یک مؤمن، این است آرزوی هر یک از ما و شما. چون حتی خرد بودیم میگفتیم که این بیخبر بودیم از رسالت پیامبران، بیخبر بودیم از سخنهای الله سبحانه و تعالی. میگفتیم که نخواد که این دنیا تمام شدنی باشد، نخواد که دنیا تمام شد، نخواد که ما وفات کنیم. یعنی این یک مفکوره کودکانه بود وقتی کودک بودیم. و امروز که یقین داریم و میدانیم و میبینیم که همسایه هایمان مردند و رفتند، دوستانمان مردند و رفتند، شناسایمان میمرند و ما شاهدی آن میشویم و ما شاهد میشویم که چگونه برده به خاک میسپارند. اما بعد از آن چیست؟ البته مؤمنان که یقین دارند میدانند که ما به دو گروه جدا میشویم، بهشتیان و دوزخیان. و هر کسی که عملی نیک کرده است انشاءالله جایگاهش بهشت است. و هر گاهی که به بهشت می درآید الحمدلله می گفته است. بیایید میخوانیم الله سبحانه و تعالی چی گفته است در ترجمه معنی سوره زمر آیت 74. بهشتیان میگویند ستایش و سپاس مخصوص الله است، یعنی الحمدلله، که وعده خیش را در مورد ما تحقق بخشید. یعنی در ترجمه دیگرش آمده است سپاس الله را که هر وعده که به زبان پیامبرانش به ما داد راست گردانید. آن سرزمین بهشت را به ما میراث داد و اکنون در هر جای بهشت که بخواهیم مکان میگیریم. پس چی نیکو است پاداش عمل کنندگانی که در طاعت پروردگار خویش سعی و کوشش نمودند. چه بهترین مکانی است بهشت که الله وعده کرده بود به واسطه پیامبرانش و ما شنیده بودیم. و امروز و آن روز آنجا که مؤمنان که داخل شدند و هر یک کس میگوید الحمدلله، راست بوده از وعده الله و راست بوده از گفته های پیامبران. ماشاءالله، مبارک باشد. و 24 نفر جواب های درست گفتید. در جای اول رومیسا، خدیجه، مریم، شادیبک جابیروف و محمد و اسیه نیز سه بالا بر آمدید. مبارک باشد. و خب اینجا برادر عبدالله برای ما نوشته کردند که فهمانید که جواب خطا باشد زیر نکنند. و این جواب اگر خطا ندانند زیر کنند با که انشاءالله که نیست، چون بعد از آن که زیر کردن آنها نمیخواهند و یعنی که نمیدانند. هر کسی که نمیداند انشاءالله بعد از برنامه میفهمد. اما
الله داناتر است در زیر کردن خطا یگان گناه نمی شود چون که نمی دانند و انشالله معلوماتش را ما بعد از برنامه شرحش را می گویم انشالله. از این خاطر سخت گیری نکنیم. سوالی 5. چگونه حکم بین مخلوقات کرده می شود؟ به پسر پرزیدنتان چه ریز می شود؟ دیگر داوری نیست، به عدالت داوری می شود. متکبران آزادی می بینند. چگونه حکم بین مخلوقات کرده می شود؟ موافق آیت 39 زمر، سوره زمر آیت 75. چگونه بین مخلوقات آن روز داوری کرده می شود؟ به عدالت. بله، جوابی درست، به عدالت داوری می شود. بیایید نگاه میکنیم چه آمده از آن روز. و به فکرم 20 ثانیه بود، ما شاید همه سوال رو درست نفهمیدن. به هر حال شرحش را این لحظه من میخوانم. و ای پیامبر، فرشتگان را میبینی که گردی عرش الله حلقه زدند و به سپاس و ستایش پروردگارشان مشغولند، یعنی فرشتگان. میان آن بندگان به درستی داوری گردد و اصلا به آنها هیچ گونه ستمی نشود و در عوض عدالت و حکم الله از جانب همه هستی گفته می شود که به همه ستایش از آن الله است که پروردگار جهانیان است. از تفسیر سعدی. یعنی حکم الله به عدالت می شود. هیچ کس پاره داده نمی تواند آن روز که در سودهای دنیوی یا اینکه در همان بعض کارهای دنیوی با پاره کارها حل می شود، اما آن وقت، آن زمانی که فرا رسید، برای هیچ کس پاره فایده نمی آورد و عدالت می شود. عدالت حقیقی. آن را من می دانم، خودم را، و شما خودتان را می دانید و هر یک کس خودش را می داند که در کجا خطا می کند، در کجا گناه می کند و آیا اصلاح می شود و توبه می کند. اما توبه کنندگان را توبهش را که توبه نصوح باشد، الله سبحانه و تعالی می بخشد انشاءالله، چون وعده های الله هست. از این خاطر هر لحظه ای که موافق است، هر لحظه ای که توبه کنیم و دیگر تکرار نکنیم گناهانمان را. و چنانه که گفتیم آن روز همه داوری به عدالت می شود. نمی گوید که فلانی پسری فلانی است، بیا چیرز کنیم امروز. افسوس. و خب کیا به پیش برآمدند؟ رمیسه، خدیجه، مریم، شادیبیک جابیروف، محمد و عبدالحکیم، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. مبارک باشد. خیلی خوب. سوال 6. با سلامت به بهشت درآید، این است روز جاودانگی. به کی گفته می شود؟ با سلامت به بهشت درآید، به کی گفته می شود؟ به کی برکنندگان، به آنهایی که توبه کنان از الله می ترسند، به فالبینان، به منافقانی که بعضا نماز می خوانند. به کی گفته می شود؟ با سلامت به بهشت مرحمت درآید، این است روز جاودانگی. و 24 نفر جوابهای درست گفتند. بله، به آنهایی که توبه کنان از الله می ترسند. موافق سوره کف، سوره رقم 50 آیه 33 و 34. و من میبینم که اکثریت در چت جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. اینک دیده میگذاریم در ترجمه معنا چنین آمده است:
همان کسی که در پنهانی از الله مهربان بترسید و با دل توبه‌کار پیش آید. برای این مؤمنان گویند به سلامت داخل بهشت شوید. این روز روز جاودانی است. اینقدر مشکل نبوده است. از این خاطر اکثر از ما و شما و اکثر از دوستان ما و شما و گاهی می شود که نزدیکان ما و شما می گویند که اینقدر مشکل است و اینقدر یعنی اطاعت کردن به دین اسلام مشکل است. نه، مشکل نیست، به نهایت آسان است برای آنهایی که میفهمند و انشالله ان همین را پرتر میکنیم. انشالله چگونه آسان است و در آمدن به ان همان بهشت وعده شده الله سبحانه و تعالی و بهشتی که پیامبران برای ما درباره‌اش نقل کردند، پند دادند. آسان است انشاءالله و بیایید در دوامی ان همین برنامه ما و شما میفهمیم چگونه میتوانیم داخل شویم. رومیسا، خدیجه، مریم، محمد و عبدالله نیز به جایهای نمایان برآمدید. مبارک باشد، مبارک باشد. و سوالی 7 یک کمی سوالی خوبم هست. آیا می خواهید صفتهای بهشتیان را در مدتی 3 دقیقه بشنوید از قرآن؟ جواب شما با جان و دل بله می خواهم، لازم نیست، وقت ندارم. آیا می خواهید صفتهای جنتیان را در مدتی 3 دقیقه بشنوید؟ میبینم که چند نفر میخواهند. علیشیر عظیم میخواهند، فاضل جان، بای مرادوف میخواهند، ایدی مودی نوه میخواهند، آمینه سفر و علی عمر میخواهند. انشاءالله. یک نفر تنها نمیخواست، از باقی مانده آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردند همه میخواهند. بیایید در مدتی تقریبا 3 دقیقه از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن و سوره المعارج گفته میگذاریم. الله پاک است و ببینید چگونه آسان است. عملهایی که به بهشت میبرند و صفتی بهشتیان اینجا گفته شده است و من این لسان را برای شما عیناً از ترجمه معنا ذکر کرده خوانده میگذارم. غیر از نمازگزارانی در آیت 22 آمده است و در دوامش آمده است که نمازشان را در همه حالت میخوانند و یگان چیز آنها را از نماز مشغول نمیسازد و آنان که در اموالشان حق است معین، یعنی زکات در نظر داشته شده است، دوامش برای پرسنده و یعنی گدایان و آن که از قناعتمندی نمی پرسد و کسانی که روز قیامت را تصدیق میکنند، یعنی باور میکنند، پس به عملهای صالح برای آن روز تیاری میبینند، با عملهای نیکشان تیاری میبینند به قیامت. و کسانی که از عذاب پروردگارشان ترسانند، یعنی از عذابش میترسند که هر آینه از عذاب پروردگارشان در امان نتوانند بود، آنهایی که گناه میکنند. و کسانی که شرمگاه خود را از تمام آن چیزهایی که حرام است نگاه میدارند مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان که در این حال البته ملامتی بر آنها نیست، یعنی غیر از همسران و کنیزان دیگر با کسی یا شرمگاه خود را به دیگران نشان نمیدهند. دوامش پس کسی که برای قضای شهوت خود از غیر همسران و کنیزان خود طلب کند، پس آنها از حد گذشتگانند، یعنی گناهکارانند. و کسانی که امانت‌های الله و بندگان و عهدهای به الله و بندگان را رعایت می‌کنند
و کسانی که شهادت خود را به حق به تغییر و پوشش ادا می کنند و کسانی که نمازهایشان را در وقتش و یگان واجبی را از آن ترک نمی کنند. اینهایی که چنین صفتهای بزرگی را دارند جای داده شدند در بهشت‌های گرامی مکرم و معزز. یا اینکه در ترجمه دیگر آمده است اینها در باغ‌های بهشت گرامی می شوند. یعنی ما در مدت چند لحظه کوتاه توانستیم صفت‌های بهشتیان را برای شما از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن رسانیم و الحمدلله توانستیم در مدت خیلی کوتاه آن صفت‌های مؤمنان بهشتی را برای شما رسانیم. نخواد که همین صفت را ما و شما نداشته باشیم و چنانی که شما نوکک شنیدید از ترجمه معنا خیلی عادی و آسان بوده است. نخواد که همین کارها انجام داده نتوانیم چنانی که نوکک شما گوش کردید و انشالله هر کسی از شما اگر خواسته باشد میتوانید بعد از این برنامه ثبت برنامه است دوباره همین صفات ها را گوش کنید. در واقع عادی و آسان است و هر یک کس قادر است و هر یک کس میتواند این عمل ها را اجرا کند تا که بهشت برایش نصیب گردد. الله تعالی هر یک از ما و شما را پاداش نیک دهد و الله تعالی کند که هر یک از شما و نزدیکانتان مسلمان مؤمن باشد و بهشت را نصیب گرداند. الله تعالی برای هر یک از شما، هر یک از ما و شما. امین. و چنانه که پیشتر بارها برای ما گفتند که فقط درباره وزنینی ها، درباره مشکلی ها، درباره عذاب دوزخ و چون درباره دوزخ و درباره صفات های دوزخ و جهنم در یوتیوب و همچنین در دیگر شبکه های اجتماعی به نهایت بسیار است، اما برابری آنچه قدری که درباره جهنم گفته شده است الله سبحانه و تعالی درباره بهشت نیز وعده های زیاد کرده است و ما و شما این لحظه همون اکثریتش را دیده گذاشتیم. یعنی خطا کردم، اکثریت نه، کمترینش را دیده گذاشتیم و مثل این گفته هایی که در بازی ما و شما جای دادیم و این لحظه ما خواندیم و شما شنیدید، این یک قطره از آن بحری که ما داریم. آن بحر کتاب قرآن ما است که در آنجا همش ذکر شده است و بار دیگر دعا میکنیم که الله هدایت کند ما و نزدیکان و آنهایی که ما دوست می‌داریم آنها را، تا که توانیم با هم ابداً در بهشتی وعده کرده یا الله و رسولان الله وعده کرده در آن بهشت باشیم. دستگیری کنید شبکه نوی ما رو، شبکه دانش و سنجش رو به دیگران فرستید و ما انشالله باز روزهای نزدیک برنامه آماده میکنیم و یک جای با شما میشیم. خب بیایید در نهایت اکنون میبینیم که او به جای اول بر آمدند، چون قسمت خوبی برنامه ما نوکک آمده رسید. جای سیوم خدیجه مبارک باشد، جای دو نصیبی مریم گردید و جای اول نصیبی رومیسه مبارک باشد و عبدالحکیم و اسماعیل نیز در جاهای نمایان بودید. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. یک بار دیگر تماشا میکنیم. خدیجه جای سیوم مریم و همچنین جای اول نصیبی رومیسه و عبدالحکیم و اسماعیل نیز در جاهای نمایان بودید. یک بار دیگر تبریک میکنم همه شما را و تماشابینان عزیز.
این لحظه با شما خیر و خوش میکنم تا بخوری های دیگر خاناباد و سربلند باشید، هم دیگرتان را احتیاط کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.